مسابقه داریم. چی یک مسابقه جدید فرید بشارت در مقابل حریف توانمندش از کشور برزیل. با هم بریم ویدیو را بینده باشین. اگر علاقمند این ویدیو هستین، این چینل به خاطر شما دوستان عزیز است. مسابقه آغاز میشه دوستان عزیز. راوند اول است. این مسابقه در 3 راوند 5 دقیقه‌ای برگزار شده دوستان عزیز. بریم با هم ویدیو رو ببینیم و ببینیم که فرید بشارت چی کار میکنه در این مسابقه خود. میتونه رکورد خود را حفظ کنه. رکورد تا فعلا فرید بشارت تانست 14 مسابقه بدون باخت در سازمان UFC انجام بده و اگر پیروز این مسابقه شود 15مین مسابقهش است که بدون شکست میباشه. با هم بریم ویدیو رو ببینیم. هر دو ورزشکار ضربات مشت بر سر و صورت همدیگر خود میکوبه و از فرید جان بشارت تانسته صورت حریف خود را خونی بسازه و زمین را ببینید دوستان عزیز، از آلوده از خون است و فرید بشارت پای حریف خود را میبینه و آرنج فرید بشارت دوستان ببینید که ضربات مستحکم داره فرید بشارت که توانست صورت حریف خود را پر از خون بسازه. و حالا حریف فرید بشارت جین ماتسوموتو نام داره، از کشور برزیل است و هر دو ورزشکار در گوشه این قرار داره. ببینیم که چیکار میکنه. در شروع مسابقه فرید نشان داده که قوی عمل کرده و صورت حریف خود را پر از خون ساخته و ببینیم تا آخر این مسابقه چی کار میکنه فرید. لوکک از طرف جین و لوکک از طرف ماتسوموتو و ضربات مشت بر سر صورت همدیگر خود میکوبند هر دو قهرمان. فرید بشارت قد بلندتر نسبت به جین ماتسوموتو داره و تا در این جای از برنامه 2 دقیقه و 35 ثانیه باقی مانده و هر دو ورزشکار در گوشه قرار داره. جین ماتسوموتو کوشش میکنه خود را به فرید بشارت نزدیک بسازد تا نتونه ضربات خوب فرید بشارت بر صورت جین بکوبه و فرید بشارت تلاش میکنه خود را از حریف دور بسازد چون در حالت ایستاده خوب منه. آرنج قوی از طرف فرید بشارت. و ماتسوموتو حالت دفاعی از خود نشان میده و فرید بشارت کوشش میکنه خود از حریف دور بسازه. ببینید دوستان و ماتسوموتو در حالت کشتی و در زمین خوب عمل میکنه، در حالت خوابیده و عصب نشانهای بسیار خطرناکی داره ماتسوموتو و فرید بشارت در حالت ایستاده نسبت به حالت زمینی بهترتر عمل میکنه. ببینید دوستا ماتسوموتو تلاش داره که دیدید ماتسوموتو در حالت کشتی و پهلوانی و به حساب جودیسو بهتر است نسبت به حالت ایستاده و کیک بوکسینگ. و حالا ببینیم ضربات زانو از طرف فرید بشارت. هر دو ورزشکار خسته به نظر میرسه. قدرت فیزیکی بالای میخواهد دوستان عزیز. از این زاویه که ما شما میبینیم بسیار آسان به نظر میرسه ولی در روی میدان نفس، فیزیک و قدرت بدنی و تکنیک بالای میخواهد در این تو مسابقه. لوکک از طرف ماتسوموتو و ضربات مشت گراد از فرید. اپرکت خطرناک از طرف فرید بشارت. 10 ثانیه از این راوند اول باقی مانده و 5 4 3 2
یک و راوند اول به اتمام میرسد دوستان. راوند اول به اتمام رسید دوستان عزیز. با هم بریم راوند دوم ببینیم که راوند دوم چگونه میشه. راوند دوم آغاز میشه دوستان عزیز. هر ورزشکار ایستاده با هم مبارزه میکنه و باز هم هر دو ورزشکار نزدیک شد. ماتسوموتو تلاش میکنه خود را نزدیک بسازه تا بتونه امتیاز بگیره از فرید بشارت. دوستان عزیز اگر مسابقه احمد علیمسون رو ندیدین فایت مکملش در چنل یوتیوب ما است. اگر علاقمند مسابقه هستین برین ویدیو را از چنل یوتیوب ما بینده باشین. باز هم ضربات مشت از فرید بشارت. باز هم حریف گیج شده باید امیجا نزدیک بسازه خود فرید بشارت چی کار میکنه ببینیم. ببینین خود نزدیک میکنه. خمسا ساخت حریف خود فرید بشارت. خسته شده حریفش. همیجا باید ضربات پی در پی. ببینین ضربات مشت خطرناک داره فرید بشارت. دیدین ببینین اورنج دیدین چه یک اورنج خطرناک بود. مدل کیک از طرف ماتسوموتو و حالا مسابقه خشن شد در یک قسمت. در دو ورزشکار ضربات پی در پی بر سر صورت دیگر کوبیدن و در این قسمت از ویدیو 3 دقیقه از ویدیو باقی مانده. و این قسمت ببینین تلاش میکنه سبمیشن خدا بسته کنه. باید از حالت خدا فرید بشارت نجات بده که حریفش نتونه سبمیشن خدا بسته کنه. بسیار خطرناک میشه برای فرید بشارت. و حالا ببینین خدا از حالت تلاش میکنه فرید بشارت از این قسمت باید نجات بده خدا. ماتسوموتو در مقابل فرید بشارت. این در حالت کشتی و جودیسو بشارت بسیار ضعیفتر است نسبت به ماتسوموتو. ماتسوموتو در حالت کشتی و پهلوانی از فیزیک و تکنیک های بالای برخوردار است و در حالت استاده ببینین در حالت استاده توانست فرید بشارت خودتر عمل کنه نسبت به ماتسوموتو. و باز هم تلاش خود میکنه ماتسوموتو سبمیشن خود بسته کنه و حالا یک قسمت ویدیو برعکس میشه و حالا ماتسوموتو در زیر ضربات فرید بشارت قرار میگیره و 1 دقیقه و 35 ثانیه از این ویدیو راوند دوم باقی مانده و ضربات زانو از دو ورزشکار. صورت ماتسوموتو هم در حالت خوب قرار نداره و تا فعلا فرید بشارت بهترتر عمل کرده. اگر می قسم فرید بشارت ادامه بده این مسابقه را پیروز میشه و به جمع ریکوردهای خود اضافه میکنه. 14-0 بود و حالا 15-0 میشه. ببینین چقدر ساده میتونه فرید نقش بر زمین کنه. در یک قسمت باید خود نجات بده فرید بشارت و گارد خود را بسته نگه داره چون ضربات در اینجا ماتسوموتو میتونه ضربات راحتتر بر صورت فرید بشارت بکوبه و زانو. ببینین گیج شده در قسمت ویدیو فرید بشارت. نه قدرت فیزیکی بالای
یار فرید بشارت به ایزودی ها شکست نمیخوره و افسانه ازی راوند دوم باقی مانده. ببینیم که راوند دوم هم فرید بشارت بهتر عمل کرد و ببینیم که در راوند سوم چی کار میکنه. در راوند دوم قهرمان عزیز ما فرید بشارت توانست بهترتر عمل کنه نسبت به راوند اول و راوند سوم رو ببینیم که آیا میتونه حریف خود را ناکداون بسازه فرید بشارت یا نه خیر. با هم بریم ویدیو رو بیننده باشیم. راوند سوم آغاز نشه دوستان عزیز و ببینیم که وضعیت خوبی نداره ماتسوموتو. قهرمان از دیگه وطندارا. فرید بشارت 15-0 از دیگه نه 14-0 این مسابقه شما میسام کردم 15-0 انشالله که پیروز میدان نشه. و ضربات مشت از ماتسوموتو. ماتسوموتو فهمیده که اگر من نتونم ناکداون کنم فرید مسابقه را میبازم و تلاش خود را میکنه و فرید بشارت هم حالت پوشپ داره و دفاعی پیش بره این راونده و تمام تلاش خود کنه که این راونده ناکداون نشه و صورت ماتسوموتو حالت خوبی نداره. اما چیز راست کرد که میگفتی تو بزنمیده که پیش مردم بری نشناسنیده. حالا هم همون تو پیش رفته فرید بشارت صورت ماتسوموتو تغییر داده و حالا تلاش خود را میکنه ماتسوموتو که زمین ببره فرید بشارت و فرید بشارت فهمیده که در حالت ایستاده من خوب است و در حالت زمینی حریفش نمیشم باید خود از حالت نجات میده. ببینید دوستان دیدین که یک لحظه خود دور ساخت از ماتسوموتو و ضربات مشت میکو و تمام تمرکز خود را فرید بشارت بر صورت ماتسوموتو قرار داده چون میدانه که وضعیت خوبی نداره و این ضربات پای در پای از بشارت. اگر بخواین که ویدیوی جاوید بشارت هم در چینل یوتیوب ما پخش کنیم در کامنت ها بنویسین دوستان عزیز و ویدیو را لایک و با دوستانتان به اشتراک بذارین. یک رفته پای بسیار عالی از طرف بشارت همیشه یک به خوب عمل کرد. هر دو ورزشکار خسته است و ببینین 1 دقیقه و 19 ثانیه از این ویدیو راوند باقی مانده. مدال که از طرف ماتسوموتو طرف چپ ماتسوموتو رو بیخی از نقشهش تغییر داده دوستان. صورت بشارت رو ببینید که هیچ نرمال از ساده است و تلاش خود میکنه که از زمین ببره بشارت و ببینیم که 45 ثانیه که باقی مونده چی کار میکنه ماتسوموتو. خسته شده در ورزشکار و ماتسوموتو خیلی تلاش میکنه که ناکداون کنه چون میدانه که این راوند باید اگر ناکداون نکنم من این مسابقه را میبازم و فرید بشارت هم فهمیده که من باید خود را به خود نزدیک کنم تا نتانه این مرا ناکداون بسازم و حالا ببینید دوستا خود را به حریف نزدیک میکنه. 10 ثانیه از این راوند سوم باقی مانده. انشالله که فرید بشارت ضربات زانوی خطرناک بر صورت ماتسوموتو و این قسمت راوند سوم به اتمام میرسه دوستا. فرید بشارت تانست پیروز مسابقه شد. خب دوستان عزیز تشکر از اینکه تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودید. اگر علاقه‌مند ویدیوهای ورزشی مسابقات قهرمانان ما هستین این چینل مخصوص شما وطندارای عزیز است. چینل را سابسکرایب کنین و این ویدیو را با دوستانتان به اشتراک بگذارین
تا از ویدیو بعدی ما جان آمانیم. تا ویدیو بعد الله حافظ و نگهدار شما.